قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. يعني من روح مثلا مثال روح يعني تو چخیل مثلا حاضر چی یعنی این که ها براتن فیلسوف ها به اهل فلاسفه و اهل امنایی که مثلا چی درباره صفات های الله سبحانه و تعالی چی میکنن یعنی نقاش میکنن یعنی حرکت میکنن که گویا که چی صفات های الله تعالی و هو حقیقت چیه یعنی کیفیتش یعنی ما گفتیم که یعنی معنای صفات ما میدونیم لیکن کیفیت صفات های نمیدونیم. چخیل تو این دونستان به حرکت میکنه حالا که تو چیه همین روحی که تو 24 ساعت به همین هستی بین جنبه یک بین دو پهلویت یعنی روح همین دو کتفت مابینشان در روح لیکن چگونگی همین و چند کیلو هست چی صفات دارد درازش چند متر وسیگیش چند مسافه دارد رنگش چی ویا بویش چی ویا مزهش چی خیل ویا و گجاب جایگیر شدگی کنه جواب داده میتونم چیز با جواب داده میتونه یا نمیتونه جواب نیست این چیز با نیست جواب هم خیلی یعنی کی این به جواب داده میتونه یعنی جواب نیست این چیز با همین روحی که خودت انده هست تو همین چیز اگر ندونه چی خیل سونه تو حق رب العالمین میدونم گفته دعوا میکنی چی خیل دعوا میکنی این چیزا گویا که میگوید که چی شرط نه قرآن سنت یعنی من با عقل خودم این چیزایی میفهمم نه با عقل خود فهمیده نمیتونه باید که چی لابد من ماذا من علم من الوقوف على آيات الكتاب وأحاديث النبوية عليه الصلاة والسلام. دليل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي يعني إن يعني سببش حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني إن حديث بخاري رحمه الله كتاب اعتصام و كتاب توحيد باورگ رد که بیانه رد يعني ترك خصومات با ما جاء في ذم المراء والخصومات یعنی سپور خصومات معناش نه نقاش و جنگ و جدال یعنی بحث و مناظره همین چیز ممکن نبودنش به آورگ این چیزه میگوید که عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه میگوید که بینما نحن مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نعم في المدينة يعني في ماذا في شارع من شوارع المدينة فإذا بنفر من اليهود نعم يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد أخبرنا عن الروح. يهود چی گفتن یعنی گفتن که نعم گفتن که یعنی از روح ما به چی خبر ده یعنی همین خیل یهود یعنی چی قوم بهت یهود قوم چی بهت معناش منه کذاب دروغگوی یعنی نزد حق به وقوف نمیکردگی خلق فهمدید یک دلیل بیاره دویم دلیل سوم دلیل چهارم دلیل میطلبه همین به وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم مدینه به اومد و ایها چیکار میکنه تمام نمودهای یعنی طریقه مبارزه دید رسول صلی الله علیه و سلم میبرد از ضمن همینها خیلی غلو تعنت همین سوال های یعنی حرکت میکند که یک سوال تیم که همین سوال ما به جواب داده نتواند چی شرمنده کنیم یعنی مثل امروزه این خیلی یعنی اینا چی میگن میشه یا خود صفات یعنی هم خیلی میشه یعنی مؤمن سوال میتونه سوال به محتاج باشه تی هم بعضیش هایی که من نواز جاهل بشه دلالت میکنم خیلی شیخ آدم علیه السلام با کدوم لغت گم میزد لغت گم میزد کارا چی توی چی تو بچه یا که من سفینه کشته نوح گجاب اومده فرامد چی کار داری به گجاب اومدنش یعنی چی فایده میگیری از این چیز تو چی فایده میگیری تو پرس که نوح علیه السلام قوم چی خیل دعوت کرد به سوی چی چیز دعوت کرد آدم نگو که با کدام زبان گو که آدم الله تعالی آدم برای چی خلق کرد یک چیزی که تو فایده های همین چیز پرس یعنی چه میکنی یعنی همین چیز یعنی این چیزی که یعنی صفت یهود برای خود نه برای چی برای عناد برای عناد میپرسه این آدم معناش یعنی یه میدوند حقیقی باچ کردن یعنی همین آدم برای شرمنده کردن برای خصومت برای همین چیز یعنی چی میکند یعنی سوال جواب میکند یعنی انا من الله سبحانه و تعالی چه گفت یعنی آیت نازل کرد میگفت که ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یعنی چی شد یعنی این صفاتای وحی گرفتیم که صفت وحی مثل چی میاد یعنی کسلسله علی الجرس
مثل سلسله به این آیت نازل شده. و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یعنی توی از روح میپرسن، توی از روح میپرسن. همینا پرسش داده است. یعنی گفتن که یا ابوالقاسم اخبرنا عن الروح. یعنی الله تعالی رسول صلی الله علیه و آله خود یگان چیز نگفت، از خود یگان چیز گفته ایش نیست. آیت نازل شد یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. توی از روح میپرسن. گو که چیه روح؟ این که با از آنی که است، از آن الله تعالی. آیت با نوح و با روح شما به خیلی کم علم داده شده است. فماذا رسول صلی الله علیه و سلم. یهودی ها چیکار کردن بوهید؟ هم به یعنی الحافظ ابن حجر میگوید که یعنی این چیز تورات هم همین قول بود. یعنی فهمیدید همین قول تورات هم بود. یعنی هم به چی بوهید؟ یعنی دونستن که چی؟ همه دونستن که این چیز قرآن هم نیست. یعنی وای خودشون عالم فیس میکردن که ما میدونیم یعنی محمد صلی الله علیه و سلم نمیدونه. دیدن که چی اومد موافق اومد توراتی که دست میرود بوده. یعنی نگفتن که حق گفت. یعنی چی شدن؟ یعنی غضب کردن. چی کردن؟ غضب کردن یهودی ها این چیز بیان. این چیز چی به دلالت میکند برای همین خیلی یعنی مؤمن یعنی بچی با این خیلی بحث و مناظره و به این چیزا مشغول نمیشد. به این چیزا مشغول نمیشد. رفته از سحر تا بگویه به این جی نقاش کردن، با این نقاش کردن، با این بحث و مناظره. طالب علم چیه؟ یا خودت تو دو چیزی، یا جاهله یا یک چیز میفهمی. جاهله بس به خودت مشغول شو. طالب علم کن یک چیز تعلیم گیر، یک چیز فایده گیر. یک چیز داره علم داره، علم دیگه خلق بچه رسون تربیه کنن، تعلیم ته خانون یا کسی چیز فایده داره. اما آدمو که با این رفته بحث و مناظره، بابای بحث و مناظره، با این جنگ و جدال، بابای چی یعنی میشه این کدوم منهج عقیده تعلیم گرفت؟ یا منهج یهودی های